سلام و عرض ادب دارم خدمت شطرنج پروگرام و شطرنج دوستان عزیز. سید یونس نیکو هستم، مدرس شطرنج. با بررسی یه بازی کلاسیک دیگه در خدمتتون هستم. بازی که براتون انتخاب کردم بین کاپیتان اوانس، افسر نیروی دریایی انگلیس و شطرنج‌باز زمان خودش در برابر مک‌دونل. بازی حدود 200 سال پیش انجام شده. بازی در شاخه گامبی اوانس انجام شده که همین دیویس اوانس ابداعش کرده و شطرنج‌بازان بزرگ و تاکتیکی مثل آدولف آندرسن، پاول مورفی، چیگونی موفقیت‌های چشمگیری توی این شروع‌بازی داشتن. شما هم اگه بازیکن تاکتیکی هستین احتمالاً این بازی به دردتون بخوره. خب قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنید ممنون میشم اگه کانال ما رو با لایک و سابسکرایب حمایت کنید. بازیکن سفید کاپیتان اوانس بازی رو با حرکت پیاده E4 شروع میکنه، با E5 جواب میده مک‌دونل، اسب F3، اسب C6، فیل C4، فیل C5. شاهد شروع‌بازی ایتالیایی است. اینجا مستقیما اگه بازیکن سفید B4 بازی کنه وارد گامبی اوانس شده. گامبی در شطرنج به معنی قربانی یک پیاده در شروع بازی به ازای گسترش بهتر، کنترل مرکز و فعالیت سواره. میتونست اینجا پس مستقیم حرکت B4 رو بازی کنه، اما ترجیحاً اول شاه قلعه رفت و سیاه با حرکت D6 جواب داد. اینجا پیاده رو گامبی میکنه اصطلاحاً. خب چرا این کارو میکنه؟ در عوض این پیاده‌ای که از دست داد با حرکت C3 آماده کنترل مرکز با حرکت پیاده D4 هستش و اینجا با فیل A5 D4 آمادیم که وقتی زد با پیاده پس بگیریم و یه مرکز ایدئال برای خودش بگیریم. بازیکن سیاه مک‌دونل اینجا حرکت فیل G4 رو بازی میکنه، اما حرکت خوب اینجا فیل B6 هستش و اگه بازی اینطور پیش میرفت بعد از تعویض در E5 از این ضرب در E8 اسب ضرب در E8 اسب ضرب در E5 و سیاه میتونست با حرکت فیل B6 بازی به تعادل برسونه. هیچ چیزی بیشتر از مساوی نداریم. پس حرکت فیل G4 بازی میشه. پس با وزیر B3 فشار روی نقطه F7 میاره اوانس و همچنین B7 هم زیر ضربه. با وزیر D7 جواب میده، اسب G5 فشار مضاعف روی پیاده F7 و انجین اینجا حرکت اسب H6 رو پیشنهاد میکنه که همچنان وضعیت اوکی، مشکلی نداره. اما توی بازی حرکت اسب D8 بازی میشه، احتمالاً میخواسته این پیاده هم حفظ کنه. اسب همزمان داره از این دو تا نقطه ضعیف دفاع میکنه و اینجا اوانس تصمیم میگیره که توی مرکز تعویض کنه در E5 D در E5 و وقتی که شاه توی مرکز هستش بهترین ایده اینه که ما مرکز رو باز کنیم، یعنی پیاده رو تعویض کنیم و سعی کنیم یه سری خطوطی روی شاه باز کنیم. ستون روی وزیر الان باز شده، در ادامه رخ اینجا خواهد اومد و فیل هم روی این قطر. یکی از ویژگی های گامبی اوانس اینه که فیلش رو از قطر آسب F8 گسترش بده. بعد از تعویض فیل آورد اینجا که از مهمترین شاخصه های گامبی اوانس هستش. جلوی شاه قلعه حریف رو میگیره و سعی میکنه که مدت زمان بیشتری شاه حریف رو توی مرکز نگه داره. با اسب H6 سعی میکنه که مولاش رو بیرون بیاره، اما همچنان اجازه با شاه قلعه رفتن رو نداره. F3 به منظور این که خونه D1 رو آماده کنه برای رخ. قبل از اینکه فیلش رو به عقب بکشونه سعی میکنه با یه حرکت بینابینی موقعیت این فیلش که لغو رو بهتر کنه. حرکت بینابینی کیش شاه H1 اومد، فیل به خونه H5 و حالا رخ D1. فعالیت سواره سفید قابل توجهه. رخ روی این سطوح داره فشار میاره، وزیر و فیل روی این قطر آتشبار S3 فیل قدرتمند روی این قطر هستش و سواره سیاه رو مقایسه کنید. رخ‌ها هیچ کاری نمی‌کنن، گسترش ندارن، به این زودی هم نمیتونن توی بازی بیان. اسبا کاملا مدافع هستن، اسبی که ذاتاً جنگنده است مجبور به دفاع شده و این فیلی که بازم مدافع اینجا هستش. در صورتی که مک‌دونل حرکت وزیر B5 رو بازی میکرد میتونست به سادگی با حرکت فیل B5 وزیرش رو آچمز کنه. بنابراین اینجا حرکت وزیر C8 فورس هست و حتما بازی میکرد. خب رسیدیم به یه وضعیت خیلی جذاب. میتونید اینجا ویدیو رو متوقف کنید و بهترین حرکت سفید رو حدس بزنید.
همونجور که احتمالا متوجه شدین اینجا با حرکت رخ ضرب در D8 یه شاهکار خلق میکنه کاپتان اوانس. در صورتی که اینجا بیاد با شاه پس بگیره، اوانس اینجا میتونست حرکت اسب E6 رو بازی کنه. پیش اگه نزنه، قربانی رو قبول نکنه، شاه E8 با حرکت اسب در G5 شاه جابجا میشه و فیل رو میزنیم و یه فاجعه رو صفحه میشه. و اگه که این قربانی رو قبول کنه بازم مات میشه یا باید وزیرش از دست بده. ضرب در E6 وزیر مثلا E8 وزیر D5 شاه D7 و 6 مات میشه. بنابراین زدن با شاه منطقی نیست، بهتره که اینجا با وزیر پس بگیره. خب بازم میتونید اینجا ویدیو رو متوقف کنید و یه حرکت زیبای دیگه پیدا کنید. سفید اینجا با حرکت فوق‌العاده اسب ضرب در F7 بازی ادامه میده و به وزیر نشسته، به رخ نشسته، شاه که نمیتونه بزنه. در صورتی که اینجا بیاد با فیل پس بگیره بازی اینطور پیش میرفت: فیل در F7 کیش، اگه شاه اینجا بیاد وزیر D6 مات میشه. در صورتی با اسب بیاد بگیره خونه E6 بیرفا میشه، وزیر E6 وزیر D7 و 6 مات. و اگه اینجا با اسب پس بگیره بازم خونه E6 بیرفاه، ما با یک کیش فیل از سر راه خودمون برمی‌داریم، فیل به 5 کیش 3 6 وزیر E6 و بازم 6 مات میشه به این ترتیب. بنابراین اینجا باز اسب در F7 مکتوبه، وزیرش اینجا میاره و تهدید کیش و مات درست میکنه اینجا، اما دیگه برای این کارا خیلی دیر شده. وزیر به 5 کیش اجبارا حرکت 3 6 باید انجام بده، وزیر ضرب در E5 کیش، شاه E7 وزیر E6 کیش و نهایتا حرکت فیل D6 کیش مات. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. به خدای بزرگ میسپارم.